سلام، این اولین ویدیوی منه. کلی صبر کردم تا خونمون خالی بشه و بتونم باتون صحبت کنم. بله، اولین ویدیوم یوتیوب. یکم مراعات کن، میدونی من امروز اومدم که با شما بچه-های گل توی خونه بشینیم یک مانهوای بلا نسبت خوشمزه بشینیم تحلیل کنیم. این مانهوا به حدی سمه که من وقتی داشتم میخوندمش داشتم تشنج میکردم. اعضای خانواده وقتی منو میدیدن فکر میکردن دیوانه شدم. البته شدم از دست این مانهوا، ولی خب حالا شما فعلا چند تا قسمت های این مانهوا رو ببینید تا من نفسم میاد بالا. این مانهوا واقعا عجیب غریبه، یعنی اصلا مرزهای منطق و فیزیک و برده زیر سوال. بله، من رفتم اینو خوندم تا شما نخونینش. باورم نمیشه این همه حرف زدم و فقط 1 دقیقه و 55 ثانیه شد. پس من دوباره آمدم دوباره یک وایس دیگه ضبط کنم. خیلی یوتیوبر شدن سخت. هوا بخوای به چیزی نظر بدی واقعا عجیبه. شاید اگه یکی از رفیقام جلو صورتم وایساده بود و همینجور سکوت میکرد و من فقط حرف میزدم شاید منطقی تر بود، ولی خب اینجوری خیلی یه جوریه. من میدونم که حتی اگه یه نفرم این ویدیوها رو نبینه، خود اون مسئولی که میخواد این ویدیو تایید بشه بره توی یوتیوب حداقل یک صحنه از این ویدیو من میدونه هست. بله، همطور که گفتم این مانهوای مادریه که خیلی بدبخته. ننه باباش آدم حسابش نمیکنن و یه پسری دارن که لاشی تمام معناه. یعنی اصلا داداشه رو میبینید اصلا دیگه دلتون نمیخواد مثلا کلمه به اسم برادر وجود داشته باشه. این داداش اینجوری، این دختره رو همجور که تو عکس ها هم میبینید اذیتش میکنه و دخترم اینجوریه که یه پیشنهاد ازدواج براش میاد از دوک فلانجا. این خودتون میدونید دیگه، الگوی تکراری همون دوک قدرتش از خود پادشاه بیشتر، ولی خب خودش پادشاه نیست، سگ پادشاهی. بعدش این خاندان یک نفرینی دارن. این نفرین اینجوریه که تا وقتی میخوام بگمش نمیتونم بگمش، از بس مسخره است. اون دوک طرف مقابل وقتی 30 سالش بشه اگه اون عملی که چیز میشه انجام نداده باشه و بچه بهش نکرده باشه بدبخت میمیره. یعنی 30 سالگی به بعد رو نمیبینه. خلاصه این میگیره برای این دهن کشیشا رو ببنده. این دخترم منطقیش اینه که میخواد از خونه جهنمیشون بره، ولی این دوکه رو دوک خونین و فلان و اینجور چیزا میکنه. تکراری خیلی مسخره تر از بقیه شونه. این دختر میره زن این میشه و شوهره واسه اینجوری که انگار نه انگار زن گرفته دیگه. اصلا مثل که میخواسته کلا بمیره، میدونین به این محل نمیده. اینم اینجوری که وای خدای من اینو خیلی دوستش دارم، من حتما باید من اینو شوهر خودم میدونم ولی این ازدواج عقده میکنه. یعنی عقده نمیکنه، شخصیت های اصلی که عقده نمیکنن همه کاراشون درسته. نفسم گرفت. بعدش این کشیشا دوکای فلان شده میان به دختر میگن که ما ولی عهد میخوایم این دوک بمیره پادشاهیمون میخوابه. اصلا انگار نه انگار پادشاهی دارن اونجا. ولی این بمیره دیگه پایتختشون میره رو هوا. خلاص به میگن این باید بچه بیاره، تو برو این چیزر بریز تو غذاش، برو باش چیز. اینم میره چیز میکنه، همه کارا هم میکنه، اصلا هم برو خودش نمیاره. بعدش زن من وظیفه‌مو انجام دادم، من حالا نه آدم رفت بهتون بگم این دختر تو خانواده خودشون احساس میکرده که بی ارزش ازدواج کرده بود، احساس کنه با ارزش به درد خورده و با شکستن نفرین این دوکه میخواست اینا این کارا رو کردن دیگه. زن اینجور بود که وای من این کار کردم منو میکشه. دوکی من میگه بیا چت و سکت کن لانو به ما فرار میکنه.
خیلی اسکلانه. از بدبختی بچه‌هاش هم دو قلو به دنیا میان. بعدش نه فکر کنم به خاطر این فرار کرد که یهو از عالم غیب یک رویایی دید، همون آینده نگریایی که تو همه من هوا هست. 2 بچه های کامل است با هم دیگه دعوا میکنن، اونم کجا؟ تو خونه دوک. پس این بشر با اون مغز کوچیکش فکر کرد که اگر از اونجا فرار کنه بچه‌هاش با هم دیگه دعوا نمیکنن. اسکلی. یعنی کلا اسکل. شما هر چقدر جلوتر میرید بیشتر متوجه میشید این اسکل و بقیه شخصیت هم اصلا مغز ندارن. ولی خب مگه قراره داشته باشن؟ من هوای چوسکیه دیگه. فرار میکنه، بعدش دوک دوبار پیداش میکنه، بهش میگه آبیغان برگرد فلان. این دوک خیلی رو مخه، مثلا اینو میگیره بهش میگه برگرد. دوک تو قبل 30 سالگیش هنوز فکر میکرده که قرار بمیره، بعدش 30 سالش میشه نمردم برام زن و بچه‌مو از فلان جا بیارم. یعنی دوک تمام مدت میدونست زن و بچهش کجا، نمیرفته پیششون. چرا؟ چون قبل 30 سالگی میمیره. خلاصه اینا رو میاره میگیره میکنه تو خونهشون به زور و هرچی شده. حالا زورم نه آقا، زورم نه، فقط شخصیت اصلی یکم به غرورش برخورده بود. ما اینجا موندگار نیستیم. و بچه‌هاش هم اینجور بودن که این دوک فلان شده کیه دیگه، ما باید ننم اینجا فرار. خیلی دارم با جزئیات براتون توضیح میدم، مطمئنم خودتون نمیخواین اینقدر راجبش بدونید، ولی دارم میگم دیگه. بعدش دیگه کل اتفاقای کسیه میفته. اینو بچه میفته تو گودال، قدرت‌های جادویشو پیدا میکنه. پدر اینجوری که تو استعداد جادویی داره. اون یکی بچه رو میبینه، اون یکی بچه هم حمله میکنه، میگه ننه من تنها بذار. به اون یکی بچه میگه تو استعداد شمشیر بازی داره. و این 2 برادر یه جورایی از هم دور میشن. حالا زیاد مهم نیست. برادر میاد دنبال خواهرش، کس و شیر میگه، زنه برادر میاد، اصلا کلا همه بیمغزن. یعنی نخونید اینو. یعنی تا اینجاش من داشتم دنبال میکردم، همش دنبال این بودم که طرف به دختر بگه دوستش داره. آخه خب تو برداشتی طرف از کشور همسایه برداشتی آورده خونه خودت، بعدش بهش نمیگی چرا؟ خیلی کلا تو دیوارن، مثل دنیای واقعی که هیچکی به اون یکی اعتراف نمیکنه، برعکس توی فیلم ها. بالاخره این بشر به اعتراف میکنه و اینجور واقعا خدای من اونقدر هم که فکر میکردم میرن سر خونه زندگیشون. یهو رقیب شخصیت اصلی زن وارد میشه، اون پرنسسی که با همین چند سال پیش مثلا تو پای تخت خودشون بوده، یهو در میگرده خونهشون که ازدواج کنه. تو خب اونجا خانه زندگی برای خود ساخته بودی دیگه، چرا اومدی الا بلا من باید با این دوک ازدواج کنم؟ حالا بابا این 2 شخصیت جلو هم، این زنه میگفت دوک فلانی کجاست، ولی شخصیت اصلی اینجور بود که سکوت. تا خدمت کاری اینجور بود، هیچی نمیگفت. خب عزیز من میدونم اینکه اشتباه بگیرنت با خدمت کار بده، ولی بالاخره وقتی یه نفر دوچار سوء تفاهم میشه باید سوء تفاهم رو باش برطرف کنی دیگه. اینقدر این هیچی نگفت که همه وارد اتاق شدن. اون موقع دیگه یارو اومد گفت که این زن منه. فکر کنی پرنسس چی گفت؟ خب فلان جام من میخوام با تو عروسی کنم. تو با من عروسی کن، اینم معشوق. اون زمان از منطقی بود. خب عزیزم درسته تو اومدی خونتون، بابات هم هیچ بچه دیگه نداره و اینم بزرگترین قدرت کشورتونه، ولی ما اینو قبول نداریم، آدم بده هستی. بعدش دیگه اینا میرن جشن و مهمانی، کلا اونو بیخیال شدیم رفتیم سراغ این که اینا رفتن مهمانی. چراشو نمیدونم، من نمیدونم چرا بچه های جغلشونم برده بودن ولی برده بودن.
آی بالاخره رسیدیم به این قسمت زن. فکر کنید همه دارن زن و بچه اون بشر رو میبینن، همه میدونن اینا زن و بچه اون دوکن. پادشاه اینجوریه که نامزدیتون رو بهتون تبریک میگم. همه اومدن دست دادن دیگه. خب پادشاهی چی گفت؟ تو بگی صبر کنید من اعتراض دارم. خب همه اومدن دست دادن. بعد از دست زدن و اینا طرف گفت نه این زن منه. خب همون موقع که گفتن نامزدیتون رو بهتون تبریک میگیم، یا همون شخصیت اصلی میتونست داد و هوا را بندازه. اصلا کار ندارم چرا باید قبل از اینکه صحبتی بشه بیاین توی جمع بگید که بله فلان همچی اتفاق افتاده. اوکی ایناش هم بیخیال میشیم. فکر میکنیم میخواستن تحت فشار بذارنش. چرا شخصیت اصلی هیچی نمیگه؟ چرا فقط قیافه میگیری؟ خب عزیز من 2 بچه داری که نشونیدی، مثلا معشوقم نیست زن طرفی، طلاقم نگرفتید. خب وای یوهو یکی از ناکجا، ببخشید از من انتظار نداشته باشید با دقت بخونم و بفهمم اون یارویی که میخواست به این چاقو بزنه کی بود. یه شخصیت فرعی بود دیگه. یوهو از ناکجا دیگه یاروی داد زد گفت آوه پرنسس فلانی من از انتقام میگیرم، تو چرا من رو رها کردی؟ من تو را دوست داشتم، تو من رو رها کردی فلان. زده بوده به سرش، چاقو رو برمیدار بزنه به طرف. فکر کنی کی میاد جلوی اصلا اون چاقو رو میگه؟ اصلا هدف این سکانس چی بود؟ بچه کوچک دوک با یک ژست بسیار سمی این همه شوالیه هیچی، این بچه جهش میکنه، شمشیر میزن، طرف میافته. قضاوت با خودتون. همکاری ستای این خانواده رو کاملا نشون دادن. بیخیال نشد، اومد پرنسسه رو هول بده بیفته از پله ها کله پا بشه. بعدش فکر کنید اون لحظه کی اومد جلو اینو گرفت؟ اون یکی قول با جادو اومد هوا گرفت و اینو گذاشت زمین. من فقط میخوام بدونم نقش این شوالیه چی بوده. خیلی لحظه عجیبی است. چرا اومدم راجع به این صحبت میکنم؟ همچنان مادره اینجوری فکر کنم اینم نگفت. اصلا مادره نقش تنه درخت رو داشت رسما. خلاصه اینجوری شد و من بعد از این صحنه‌های اعجاب انگیز و اکشن دیگه اصلا قلبم طاقت نیاورد و اینو گذاشتم کنار. دیگه قضاوت با خودتون. اگه میخواید برید بخونید من چه کار باشم بگم، نخونید. فعلا خداحافظ. اینم پایان.